الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و علی آله و اصحابه و من والاه. واقعا دوستان عزیز، وقت سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم را انسان میخواند و چگونه پیامبر صلی الله علیه و سلم با هر طایفه مردم معامله میکردند، مناسبت میکردند، آدم در حیرت میماند که این چی شخصیتی بزرگ برای ما و شما الله حق سبحانه و تعالی داده است. واقعا حبیب خدا صلی الله علیه و سلم بهترین بشریت بودند. روز پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد جنگ حنین بود. بعد جنگ حنین برمیگشتند که در راه وقتی نماز شد، پیامبر صلی الله علیه و سلم مؤذنشان را گفتند که اذان گویند. مؤذن وقتی اذان میگفت، همین لحظه در یک طرف یک چند جوان ها بودند. وقتی اذان پیامبر صلی الله علیه و سلم را میشنوند، اذان را با هر خیلی صداها تکرار کرده گویا یک نوع مسخره میکنند، استهزا میکنند با اذان. نعوذ بالله. خیلی مردم نمیدونستند، مسلمان نبودند، بد میدیدند. چقدر نفرهایی بودند که مشرکای اهل مکه و هر اطراف رسول الله صلی الله علیه و سلم و دین اسلام رو، حقیقت آن را نفهمیده، آن را بد میدیدند. خلاصه یک چند جوان ها از آن را نعوذ بالله مسخره میکنند، با هر خیلی صداها از قفای مؤذن تکرار کرده مسخره میکنند. خلاصه وقتی بعدی که مؤذن از آن را گفته میشود و تمام میکنند، پیامبر صلی الله علیه و سلم جوان ها رو فریاد میکنند، میگن اینجا بیایید. جوان ها میبیایند، میترسند. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند حاضر شما از آن را مسخره کردید. از همه آوازش بلند کی بود از بین شما؟ اینجا همه جوان ها به یک نفر اشاره میکنند که همین نفر آوازش، صدایش بلند بود و مسخره میکرد با صدای بلند. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن، فریاد میکنند، میگن اینجا بیا. و باقی مانده رو میگن بروید. همه میترسند که پیامبر صلی الله علیه و سلم اکنون سخت‌ترین جزا رو بالای او چیکار میکنند؟ امر میکنند و جزای بدترین رو میدهند. که پیامبر صلی الله علیه و سلم چنانه که گفتیم مهربان ترین بشریت بودند. پیامبر صلی الله علیه و سلم آن نفر نامش ابو محذوره بود. ابو محذوره را فریاد میکنند، می نشینانند و دست مبارکشان را رسول الله صلی الله علیه و سلم ابو محذوره خود حکایه میکنند. میگوید دست مبارکشان را به پیشانی هم گذاشتند، سپس به رویم، سپس به قفس سینه هم گذاشتند و دعا کردند، گفتند بارک الله لك و بارک علیک، اللهم بارک له و بارک علیه. پروردگارا برکت بده، از بالای این رحمت و برکات خود را نازل بکن. گویان دعا کردند. ابو محذوره در حیرت ماند. سبحان الله، دست مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم به پیشانیش، به رویش، به قفس سینه‌اش گذاشته. رسول الله خود رسول الله صلی الله علیه و سلم در حقش دعا کرده ایستادند. یا رب پروردگارا، از دستان مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم مایان را از حوض کوثر نوشیدن آب را مشرف بگردانی. سپس ابو محذوره میگوید پیامبر صلی الله علیه و سلم از آن گفتند و برایم گفتند که از قفای من تکرار کن الله اکبر الله اکبر. گویان پیامبر صلی الله علیه و سلم ابو محذوره را چیکار کردند؟ خواهش کردند که از قفای رسول الله صلی الله علیه و سلم از آن را تکرار کنند. وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم اشهد ان لا اله الا الله گفتند، ابو محذوره حالا مسلمان نیست. یک چند لحظه پیش از آن را استهزا میکرد و مسخره میکرد. ابو محذوره اشهد ان لا اله الا الله را پست، با صدای پست گفت و اشهد ان محمد رسول الله را با صدای پست تکرار کرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند ارفع صوتک، صدایت را بلند کن، آوازی تو که بلند بود صدایت را بردار. سپس ابو محذوره اشهد ان لا اله الا الله
گویان صدایشان را بلند کردند، از آن را جرنگاز خواندند. ابو محذوره میگویند وقتی بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم از آن را تکرار کردم، چنان دلم گرم شد به اسلام و رسول الله صلی الله علیه و سلم یک چند لحظه پیش، تصور کنید 5-10 دقیقه پیش، بدترین نفر به دلم این پیامبر بود. بعد این کار رسول الله صلی الله علیه و سلم از همه محبوب ترین انسان به قلب من محمد صلی الله علیه و سلم گشت. همین خیلی دوست داشتم. بعد این رسول الله صلی الله علیه و سلم میگیرند یک کف نقره را و برایش هدیه میکنند، میگویند گیر این را. ابو محذوره چنان خوشحال میشود، مسلمان میشود. 5 دقیقه پیش اسلام را و شعار اسلام را از آن را مسخره میکرد، الان اینقدر با اسلام الله حق سبحانه و تعالی دلش را به اسلام کشاد که از رسول الله صلی الله علیه و سلم خواهش میکند که یا رسول الله مرا مؤذن مکه الله، مؤذن کعبه الله کنید. گویان خواهش میکند. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگویند برو تو مؤذن مکه میکنند و ابو محذوره تا لحظه های آخر عمرش مؤذن کعبه الله، مؤذن بیت الله مکه مکان. کی تصور کنید کی نمیخواهد که مؤذن مکه باشد؟ مؤذن مکه میشود و در تاریخ هم ثبت شد که نامش مؤذن مکه. از آن را مسخره کرد و بعد چند لحظه مؤذن مکه مکرمه گشت. این چقدر شرف بزرگ. پیامبر صلی الله علیه و سلم، جانم فدای رسول الله صلی الله علیه و سلم، یگان بار در عمر مبارکشان یگان نفر را به عزت نفسش نرسیدند. رسول الله صلی الله علیه و سلم یگان نفر را، شخصیتش را نشکستند. رسول الله صلی الله علیه و سلم چقدر دشمنان اسلام بودند، چقدر انسانها تصور کنید به پیامبر صلی الله علیه و سلم سخنهای قبیح میگفتند، دشنام میکردند. یا همون قصه نفری که به مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم در آمد، یک نفر اعرابی و پیشاب کرد. تصور کنید یک نفر از اهل مدینه نبود، به مدینه میبیاید و پیشابش تنگی میکند. میبیند که در یک جا یک خانه است، خلاصه میرود که آنجا مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیداند که آنجا مسجد است. میدرد پیشاب میکند و وقتی صحابه ها میبینند همه در غضب، همه میخواهد او را یکمین شده رفته لطوکوب کند و بیزند. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم میگویند گذارید تا آخرین لحظه او قضای حاجت کند. وقتی قضای حاجتش را تمام میکند رسول الله صلی الله علیه و سلم مهربان ترین بشریت به نزد او میروند، میگویند آیا میدانی اینجا کجاست؟ اینجا خانه خداست، اینجا مسجد است. آیا میدانید در اینجا چیکار میکنند؟ نمیداند. عربی است، غریب است، یک شخص غریب است. میگوید نه نمیدونم. میگوید جای اینجا ذکر است، ذکر پروردگار است، تسبیح است، نماز است، عبادت است. ببینید بعد این مناسبت رسول الله صلی الله علیه و سلم آن نفر چنان خرسند و خوشحال می شود که از خوشحالی و خرسندیش دعا میکند، میگوید رب ارحمنی و محمدا ولا ترحم غیرنا. میگوید پروردگارا من و محمد را، یعنی من و این نفر را رحم کن و بجز ما دیگر یگان نفر را رحم نکن. پیامبر صلی الله علیه و سلم تبسم میکنند، میگویند تو رحمت وسیع خداوند را تنگ کردی. صحابگان را فریاد میکنند، میگویند برایش شما او را رنجاندید، برایش یگان هدیه های دهید. همه میرند خرما و هر چی هدیه ها میدهند. تصور کنید یک چند لحظه پیش به مسجد وارد شد و پیشاب کرد و
الان از مسجد با هدیه ها برآمده ایستاده است. مسلمان اسلام را قبول کرده، مسلمان شده و میگوید محبوب ترین نفر به قلب من این محمد صلی الله علیه و سلم است. ببینید چگونه پیامبر صلی الله علیه و سلم با مردم، با انسان‌هایی که خطا میکنند، با انسان‌هایی که یک کار رو نفهمیده انجام. امروز میبینید بعضی دعوتگران حتی چقدر درشت معامله میکنند، چقدر احکام سخت رو صادر میکنند. فلان کافر تو به جهنم وارد میشوی، تو مشرک هستی، تو فلان هستی، تو بیسمدان هستی. یا بعضی پدر و مادر وقتی طفلی که الان حیات رو و اطراف و محیطش رو آموخته ایستاده است، اگر مبادا یگان خطاگی صادر شده ماند چقدر سرزنش میکنن. بنابراین دوستان و برادران عزیز، بیایید از این معامله و مناسبت رسول الله صلی الله علیه و سلم ما و شما در حیات خود عبرت گیریم و آن را کوشش کنیم تطبیق کنیم. بعضی جوان ها رو میبینی شخصیتش شکسته، حتی سخن کردن نمیتونند، بسیار شرمین. سبب در چی است؟ شخصیتش رو به عزت نفسش یا پدرش یا یگان نفری که با سخت و زاری و با دشنام و با سخنهای قبیح و با سخنهای ناسزا به شأن و شرفش رسیده است، به عزت نفسش رسیده، شخصیتش رو متاسفانه شکستن. بنابراین امروز در جامعه چقدر جوانها رو میبینیم دیگر استعدادی که دارد از دست داده است. سبب در چی است؟ شخصیتش شکسته است. به کودکان خود، به گرد و اطراف، به نفرهایی که دعوتگر هستند، به انسانهایی که دعوت میکنه کمی رحم کنیم و مهربان باشیم. الله سبحانه و تعالی هر یکی ما و شما رو نگهبان باشه.